در سن 9 سالگی به خاطر انقلاب 57 مجبور به ترک ایران و زندگی در خارج از کشور شد. او شدیداً به پدرش علاقه داشت و به او وابسته بود. هنوز به زندگی خارج از ایران عادت نکرده بود که عشق زندگیش یعنی پدرش رو از دست داد. چنان از این اتفاق بهت زده بود که در مراسم خاکسپاری تمام مدت در لباسی سفید بدون توجه به هیاهوی اطرافش آرام ایستاده بود. خاطرات تلخ و آسیب روحی زمان کودکی باعث شد در بزرگسالی به افسردگی مبتلا شود. لیلا پهلوی در سن 31 سالگی در هتل لئونارد لندن با مصرف 270 قرص خواب‌آور به زندگیش پایان داد. لیلا علاقه زیادی به ایران و فرهنگ ایرانی داشت. 1 سال قبل مرگش در مصاحبه‌ای با یک مجله اسپانیایی گفته بود: من تقریباً همه زندگیم رو خارج از ایران سپری کردم، اما همچنان